سلام به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام با همدیگه این کتاب خیلی جذاب بود و دلم نیامد که تنهایی بخوام بخونمش. گفتم که بیام با شما تو چند تا قسمت مختلف فصلهاشو با هم بخونیم. عنوان کتاب هست حرف هایی که کاش میزدم. قشنگ این شبیه یه دونه PM با ساعت و خیلی هم اینجوری هر صفحش کوچولو تیترا و متنایی که کاش میزده و دلش میخواسته که بزنه و حرفایی که نزده رو نوشته. خانم کیتلین کلی و مترجمی نهال سهیلی فر. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم با هم شروع کنیم. فصل 1. نجات دادن خودم. این فصل در مورد نجات دادن خودتونه. برای وقتی که کس دیگه‌ای به دادتون نمیرسه. بقیه نمیتونن صدای شیطونایی رو بشنون یا تو سرتون ولوله به پا کردن یا بی سر و صدا غصه خوردن دلتون رو موضوع حس کنن. بعضی وقتا شاه دخت توی برج به شاهزاده احتیاجی نداره. بعضی وقتا این ملکه شیطون صفت نیست که اون رو بالا توی برج زندانی کرده. بعضی وقتا خودش شاه دخته که خودش رو توی برج بلند و دلگیر زیر آسمون گرفته زندانی کرده. و بعضی وقتا کسی صدای فریاد زدنا و کمک خواستناش رو نمیشنوه. این همون زمانه که شاه دخت تصمیم میگیره خودش رو نجات بده. بعضی وقتا این دختر اصلاً یه شاه دخت نیست، بلکه فقط دختری با ذهن پریشونه. اون خودش میتونه با شیاطین بجنگه و راهش رو از بالای برج به پایین باز کنه. زمان میبره، اما اون از پسش برمیاد. این فصل در مورد اینه که خودتون رو نجات بدین تا زحمتش روی دوش کس دیگه‌ای نیفته. شروع قشنگی بود. ارواح برگشتن. سلامت روانم. دارم خوب وقت میذارم که پرواز کردن رو یاد بگیرم. اعتماد به نفس برای آدمای نامطمئن و متزلزل کابوسه. اون سعی کرد برات بجنگه، اما نجنگید به اندازه کافی. به نظر نمیاد مشغول تیز کردن شمشیرش باشه. به جاش نبرد رو باخت و تو تنها موندی توی قلعه. تو احتیاجی نداری به کسی تا بیاد و از برج نجاتت بده. خودت دست به کار شو. واقعا خودت دست به کار شو. از کلمه ها استفاده کن کتلین. حسادت لباسیه که بیشترمون زیر لایه های روحمون میپوشیم، چون هیچ وقت هیچ کس اعتراف به حسود بودن نمیکنه. من معتادم به حس ماجراجویی. من برای تو کیم؟ از عشق ورزیدن میترسم. بد جوریه. دارم سعی میکنم مراقب باشم. به خاطر همین خیلی برات متاسفم که سعی داری آدم شکسته‌ای مثل من رو دوست داشته باشی. موضوع تو نیستی. موضوع منم. خیلی خوشم میاد. این کتاب خیلی قشنگی که انگار داری با اون رفتی دفترچه خاطراتون نویسنده رو برداشتی دفترچه خاطراتون کسی اون دختر تنهایی که تو تنهایی شدش میخواسته یه سری چیزا رو بنویسه، یه سری چیزا رو واسه بلند فریاد بزنه و هر کسی که دلش میخواسته بگه نتونسته بگه و اومده اینجا دونه دونه داره انگار با ما داره صحبت میکنه. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد من این سبکی دارم میخونم. دوست خیالیم خوشحال میشد از شنیدن ماجراجویی‌ها، اما حیف که خیلی وقت پیش از پیشم رفت. به وقتش حالت خوب میشه. یعنی منم؟ از اینجا به بعد فقط اوضاع میتونه بهتر بشه. افکار مثبت. من واقعا خوب دروغ میگم.
الان 4 ساله دارم به بقیه میگم حالم خوبه. حتما خیلی افتضاحه که زندگی برای کسایی که سعی میکنن ازش لذت ببرن انقدر دردناکه. انگار روی نیمکت‌های ورزشگاه نشستن بین کلی آدم، اما هنوز حس میکنم تنها. همش میگن اوضاع بهتر میشه، ولی کی؟ تنها بودن و احساس بیکسی کردن 2 چیز متفاوتن. داره از دیوارایی که بهشون تکیه داده میشکفه و بیرون میزنه. هیچ کس دیگه ای نمیتونه حضورش رو حس کنه، اما من میبینمش. اینجا راجب گل دیواری داره صحبت میکنه. یه اتفاق ناراحت کننده وقتی میفته که میدونی یکی داره عاشقت میشه، اما همینطور واسه خودت نشستی و تو هم میترسی عاشقش بشی، چون آمادگی این رو نداری که دوباره صدم ببینی. شاید منم که دیوونم. صدای سکوت وقتی از همیشه بلندتره که همه ولت کردن و تو نمیدونی چرا. افکاری که مدام تو سرم هستن. خدا لعنتش کنه. چرا ذهنم انقدر پر از افکار بی ربطه؟ قوه تخیلم زده به سرش و من دارم سعی میکنم حواسم به تکلیف ریاضیم باشه. دست از راضی کردن همه بردار. سنگ و چوب ممکنه استخونام رو بشکن، اما این حرفای محمله که همیشه آزارم میده. اندوه تا ابد ادامه پیدا میکنه. لحظه هایی که مثل الان تک و تنها هستین باعث میشن بفهمین که واقعا چقدر بیکسین. تنها و بیکس 2 چیز متفاوتن. اینجوریه که تنهام ولی کسی رو هم نمیخوام. همه رو از خودم میرونم. نمیتونم با هیچ کس کنار بیام. نمیتونم. دلم نمیخواد اینجا باشم. شاید اگه یه نفر بیاد و در سکوت کامل فقط کنارم بشینه ممکنه حالم خوب بشه. بذار مراقب خودم باشم قبل از اینکه قول بدم از تو مراقبت کنم. شجاعت وقتیه که به شیطونایی که توی سرت ولوله به پا کردن بی‌توجهی میکنی و به زندگیت میرسی. خیلی دوست دارم ببینم که من از دید چشمای تو چجوریم. چه جمله قشنگی. احساس بی‌حسی میکنم. نمیتونم احساسای بدن و قلبم رو حس کنم. یه جوری رفتار میکنم انگار میتونم حسشون کنم. انگار حالم خوبه. اما راستش رو بخوای بگم مغز خودم داره گیجم میکنه. همشون ازم میپرسن که خودت رو 10 سال دیگه کجا میبینی؟ حقیقتا نمیدونم، چون 1 سال پیش خودم رو اینجا نمیدیدم. همکنون اندیشه کن. نمیتونم نگاه های قاضی آبانه ای رو که به من میندازن یا حس ترحم توی چشماشون رو تحمل کنم. لطفاً دیگه نگران من نباشین. از روی تخته پرش پرید و کنار کوسه ها شیرجه زد. اونا چه میدونستن دختر کوچیک و ظریفی مثل اون قلبم داره و کوسه های داخل آب در مقایسه با کوسه هایی که در اعماق افکارش شنا میکردن هیچی نبودن. به شعر نوشتن برات ادامه میدم. حتی وقتی نمیتونم درست دستام رو تکون بدم و تو نمیتونی از دست خطم چیزی سر در بیاری. اگه اونجوری که همه جا پر کردی بهت احتیاج داشتم، پس چطور خیلی قبل از اینکه به زندگیم بیای زنده بودم و میتونستم قبل از اینکه بهم بگن زیبا هستم لبخند بزنم. خودم قبل از همه نیمه گم شده خودم بودم.
من اقیانوسی بودم، عمیق و پر از زیبایی. اما تو از کوسه ها می ترسیدی. اگر نوشتن هم نبود دیگه چطور میتونستم زنده بمونم؟ اون خیلی ظریف مریفه، اما عشق تند و تیزی داره. وقتی سعی داره اون همه عشق رو نثار دیگری بکنه، خودش هم در هم میشکنه. از خودت زیادی براشون مایه میذاری و اونا هم هی بیشتر ازت توقع دارن تا وقتی که بالاخره تموم میشی. تنهایی با آهنگ‌های عاشقانه زمزمه میکنم. دارم اون بالاها پرواز میکنم و بقیه آدم‌های روی زمین رو تماشا میکنم که اشک میریزن و با خودم فکر میکنم که چرا آدم ناراحت باشه. یه دنیای به این بزرگی پیش روی آدمه. بعد از خواب بیدار میشم و میفهمم اونی که داشت روی زمین اشک میریخت خودم بودم. کدوم گوری هستی پیتر پن؟ گفتی بر میگردی دنبالم. اولین پسری که دروغ گفت. خودم میدونم چی لازم دارم، پس اینقدر الکی حرف نزن. هشدار لو رفتن داستان. اون هنوز زنده بود. فصل اول کتاب تموم شد. فصل دوم با عنوان هیچ وقت نمیفهمی شروع میشه. امیدوارم که مثل من لذت برده باشین از این کتاب زیبا و دوست داشتنی و اگه دوست دارین با هم دیگه فصل دوم، سوم و چهارم و بقیه فصلش رو با هم دیگه بخونیم، حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.